شما آقای اندی رو میشناسی؟ این چرفیه، من از بچگی عاشق آهنگاشم. خب فکر کن الان آقای اندی هستی و قراره در نقش آقای اندی یک کنسرت اجرا کنی. خیلی سخته اما خب تلاش خودم میکنم. پس آماده باش بریم. آره کلا یه ذره هیجان بیشتر، عکس تو بیشتر کن. فکر کن خود اندی هستی. اندی روی صحنه چی کار میکنه؟ آره آره آره، حرکات دستت بهتر. یه ذره هیجان تو بیشتر کن. آفرین آفرین. فکر کن الان خود اندی اینجاست. چی کار میکنی؟ همونجا لب چشم است. گلندام گلندام جانم عزیز دلم عزیزم، تو بهترین لحظه های زندگی رو برامون خلق کردی. قربونت بشم من. مرسی. ایشالله یه روز کنسرت میای با هم دیگه میخونیم حتما. عزیز دلم قربون، بیا بغل من. گریه نکن.